ولاگو تا آخر نگاه کنیم. اول رانندگی میکنیم، بعد جای مختلف 2000 قدم. یه سورپرایز ریزم امروز براتون دارم، یکم جلوتر بریم بهتون نشونش میدم. اصلا مالا سلام دوستای عزیزم، ظهر بهاریتون بخیر. امروز میخوای رانندگی کنیم تو جاده 2000. یه سورپرایز ریزم براتون دارم. این جاده ای که از خرم‌آباد وصل میشه به جاده 2000، دست چپ میره به شهر زیبای خرم‌آباد تونکاب. منم که مرتضام، امروز هم 27 اردیبهشت ماه، ساعت 1:45. یه سورپرایز ریزم امروز براتون دارم، یکم جلوتر بریم بهتون نشونش میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. امروز تصمیم گرفتیم که دوری تو جاده 2000 بزنیم. جاده 2000 و 3000 جز جای دیدنی تونکابون یا همون شهرسوارم، ولی کمتر کسی رو تو کل ایران که میخوره اغراق. کسی که شمال اومده باشه حداقل اسم 2000 3000 رو شنیده، حالا شاید نیومده باشه. 2000 3000 جز جای معروف مثل ماسال تو گیلان، حتی مازندران جای معروف زیاد داره، مثل غرب مازندران. بریم ببینیم چه خبره. هوام که ابریه، فکر کنم بالا مه باشه چون من جاده رو نمیبینم. معمولا کوه باید دید داشته باشه. جاده 2000 و 3000 تا یه جاهایی با هم مشترکن، یه دورایی میخوره، یکی میره سمت 2000، یکی میره سمت 3000. 2000 علت نامگذاریش هم بگم. علت نامگذاریش، ما دبیرستان بودیم گفتن 2-3 تا روایته، دو تاشو که من یادمه، 2000 یا 3000 متر از دریای آزاد ارتفاع داره. این پاسگاه لطاقه که اشتباه نکنم باید بهش بگن، شهید رزاقی. روایت دیگه به خاطر میگه 2000 به معنی بلبل و اینا، جایی که مثلا 2000 تا بلبل داره، جایی که 3000 تا بلبل داره. این دو تا روایت من یادمه تو دبیرستان برامون درس جغرافیا توضیح دادن. این دو تا تو ذهنم هست. مهم قشنگیش، حالا علت نامگذاریش هم هرچی بوده دمشون که. جاده 2000 بنبسته، یعنی تا یه جایی دیگه راه نداره به جایی، بنبسته. ولی جاده 3000 میخوره به قزوین، اشتباه نکنم به علموت باید بخوره، یعنی آخریش بکنم درجان باشه. من درجان رفتم، هم آب گرم داره هم معدنی، هر دوش قشنگی خاص خودشو دارن. یعنی هم 2000 اینجا من به جرم سبقت به ممنوع یه بار جریمه شده. یه ماشین غیر بومی بود، راه نمیرفت، من مأمور این بالا وای میسه، من مأمور رو ندیدم. کلا 2 بار سبقت ممنوع جریمه شدم، یکم اینجا بود، در اصل این ماشین نمی اومد. معمولا جای سبقت خطرناک سبقت سعی میکنم نگیرم، خطرناک باشه که اصلا نمیگیرم، دیگه اصلا راه نمیرفت واقعا. 30 تا 40 تا سرعت میرفت. 3000 و 2000 هر کدوم قشنگی خاص خودشو دارن. مثلا 3000 چجوری بگم براتون توضیح بدم فرقشو، ارتفاعش بیشتره، یعنی خلوت‌تر به نظرم، چون محلاش خود دورترن، یه خورده جاده‌ش هم
2000 یه خود جادهش خرابتره، بکرتره 3000. 2000 رو شما میبینیم دیگه. 2000 و شهرک سازی و که بستنی سرخ کردم دارم. 2000 چون ویلا سازی شده محلا، پنجشنبه جمعه شما این جاده خیلی شلوغه، همه شهرسواریا، همه که نه، اکثرا دوستانایی که وضعشون خوبه یه ویلایی دارن 2000. یه خورده عمومی تره همچین چیزی. این پرورش ماهی هم داره. من توصیه میکنم به همه دوستان، سگو میبینید، حالا چندین بارم گفتم، تو همه بلاگام گفتم، جاده‌های محلی سعی کنین آروم برید. یعنی من دارم با 60 تا خورده سرعت باز کم و 70 تا 80 تا نهایتش من دارم فیلم میگیرم. من خودم بخوام برم 70 تا این 80 تا رو فیلم نکنم بشه رفت جاده. سعی کنین رایت کنین. گاو رو میبینین به هیچ جا وصل نیست، یهو میاد وسط جاده، یهو بچه کوچک میاد. اون 70 80 تا اگه پراید دارین هم 70 تا، حالا ماشین مثل ایران خودرو دارین یا 80 تا لذت ببرید. جاده عجله که نداریم، مسیرم زیباست. اسب رو میبینین، اسب به هیچ جا وصل نیست تا خراب بشه. یه سری اسب وحشی هم میاره به جلوتر، اسبایی که وحشی هم صاحب نداره، یهو مثلا میاد وسط جاده. حالا شما اونجا فیلم زیاد میبینید، فیلم بندیلی میگه ماشین میاد من ترمز میکنم، همچین خبری نیست. اینجا جاده 2000 و 3000 جدا میشه، میبینید سمت چپ میره 3000، اینجا میره 2000. ما میریم 2000. یه روزم ولاگ 3000 رو براتون میگیرم ببینیم بازخورد این چیه. من شیشه یه خورد تمیز کنم این بهتر شد. این تونل جنگلی میبینید، این شهرسواری ها خیلی دوست دارن، ولی یه توی دو تا تو گیلان هست، یکیش تو تالشه، گیسوم، جنگل گیسوم. الان این تونل اصله جنگل گیسوم. ولاگش هست تو کانالمون، واقعا قشنگ، یکی از قشنگترین جاهای غرب گیلان فکر کنم همون گیسوم، جنگل و دریاچه و ساحلشه. این تونل جنگلیه. اینجا هم سعی کنین احتیاط کنین. دیدیم بچه است دیگه، ما خودمون بچه بودیم، یه لحظه میاد وسط شما میمونی یا اون پشیمونی. احتیاط کنین. من جاده به قشنگی صدای شرشر آبم میاد. اینجا دو تا پرورش ماهی هم داره، ماهی قزل‌لالا. ماهی قزل‌لالا الان که صحبت میکنیم هلوش کیلوی 300,000 تومانه، سال 1404. نمیدونم ولاگی که دارین نگاه میکنین بعداً تعجب نکن. محلهای قشنگ خیلی داره، حالا بریم، من اسمشون رو یادم نمیاد، دو سه تا یادم میاد چون راستش آخرین باری که من اینجا در اومدم 2 سال پیش بوده، 2 سال نیومدم برام، وقت نمیدونم دیگه. به عشق شما گفتم ولاگ قول دادم به دوستان، بعد 2000 زیبا. اول رانندگیش توشون میگیریم، بعدم میبینیم گاوا داره میان. نه گاو گله گاو داره میان. ما رو بزنم داره میاد، یهو میاد، اصلا هم نمیترسه. خلاصه اینکه هر جاده محلیه کوهستانی داریم میرین هم رعایت کنین، خصوصا سر پیچا، چون بعد پیش نمیدونین چه خبره. ساعت رو گفتم چنده، الان ساعت 1:54 است. همدیگه میشه 5 دقیقه به 2. دیگه نهار
رو خوردیم گفتیم بریم سریع خلوت باشه ولاگ باز بهتر. خواستم یه تیکه از سورپرایز رو بهتون نشون بدم. این جنگل چالدره است. اینجا خونه هم اجاره میدن. ما مدرسه میرفتیم خیلی پارکش قشنگه. الان فکر کنم گوزن هم آورده. من چند تا فیلم دیدم یه حیات وحش ریزی هم درست کردن. میتونی اینجا اقامت خونه هم بگی، خونه سوئیس. چیزی که من دیدم تو اینترنت، حالا سرچ کنید بازم خیلی از این کلب سوئیسیا بود تقریبا. خیلی قشنگ. اینم تونل جنگلی. جای دوستان خالی. ما یه ولاگ رانندگی میگیریم، بعد برگشت و دوباره جای تیکه تیکه جاده قشنگ باشه رو من انتهای ولاگ براتون میذارم. یک، دو، سه. داریم که ولاگا رو رانندگی رو یکم سورپرایزی تر کنیم. چند زاویه مختلف براتون بگیرم. یکم وسیله باید بگیرم، حالا هزینه داره. چیزی که من میخوام و تو ایران نداشتم. اینم پرورش ماهی. فکر کنم اسمش شاه منصوری باشه. گزل پارک. میگم پرورش ماهی شاه منصوری. ماهی شاه منصوری. یادمه. براتون کلب سوئیسیار من ندیدم، تازه دارم. اینجا اجاره هم میدن، گردشگری گزل پارک. اینجا براتون قزلالا هم میتونیم بخریم، هم کبابی براتون درست میکنم. من خودم غذای کبابی دوست دارم. شما شاید میدون تیر بود دیگه. جاده کوهستانی تقریبا از پیش بعدی شروع میشه. پاییز اینجا واقعا قشنگه. انشالله پاسپورت خوب باشه، باید دوستان حمایت کنن، براتون تو پاییزم میگیرم. پاییزش واقعا قشنگه. بالا ویلا داشتم، به ما گفتن یه وسیله بابام لازم داره میایم بریم. من قصد نداشتم بیام، گفتم منم میام. بعد ما راه افتادیم. آروم آروم 3-4 تا جوان بود، 19 سالمون بود، 18 سالمون بود. بعد اومدیم محلشون وسیله رو برداشتیم، داشتیم برمیگشتیم برف داشت میزد. این جاده برفی بود، این برف میزد، تاریک بود، واقعا قشنگ بود. جز زیباترین صحنه‌های زندگی بود. جاده برفی، تاریک، تاریک اونجوری هم نه. اینجا هم پرورش ماهیه. رستوران دیگه سال ماهی غزلات کبابی دارن
خیلی بلاگرا رو من دیدم اومدن یه ترافیک وحشتناکی بود، یه جمعیت زیادی اونجا بزن و برقص و جاده پیچ کوهستانیش دیگه از اینجا شروع میشه، دوشم گرفت. بعد خیلی قشنگه براتون فرصت بشه باور میکنی من زندگی شخصی نه یه جوریه خیلی وقت کم پیش میاد این منور بتونم برم، وگرنه واقعا دریاسر ما اردو رفتیم سال سوم، پیاده رویش زیاده یعنی میری بالا کیف میکنی. اون هفته بود، این هفته هم هست، نه دیگه امروز شنبه است، دیروز بود، هفته قبل بود و دیروز، چون من دیشب وقت نکردم این اینستا رو چک کنم، من گوشم دیگه کلا نمیشنوه. سازی نشده، الان ویلا میسازن میفروشن، کار بومیای سری کارشون همینه، ساخت ویلا و اینو ویلا اجاره، ویلا فروشی، برسه اگه اومدین خواستین خطی بگیرین، خطیش بغل کل جانبازانه، سوال کنین بهتون میگم. شب گرفته
میکنین چیزی خاصی میکنین، این اصل محله، تابلو اصل محله دست چپ کلیشون، دست چپ میره به همون دریاسر قشنگ زیر اون یخچاله، یعنی یه دونه رودخونه داره، این نهر ماندن رودخونه است چون نهر بزرگتر، آبش یخ بگم مثلا سیزه به در میگفتم، ما سیزه به در بیشتر جاده 3000 میریم، جاده 2000 تا همون گفتم چیز کوهستانی شروع شد واسه نشستن اینا همونجا خوبه، جاده گرمه بازه، مثلا کنار خیابون خطرناکه. دوستان توصیه کنم، گفتم بارا من کادر درمانیم دیدیم میان پیش ما دیگه، خیلی کنار جاده وای نسیم غذا بخوریم، توقف کنیم، یه خورده اونورتر بریم. ما مثلا خانواده کنار چیز بودن داشتن غذا میخوردن، یا مثلا ماشین منحرف دست راست سفر که میزنه به اینا، از یه خانواده 4-5 نفره فقط یه نفر زنده بودن به خاطر حماقت یه نفر دیگه. این میان کن اون شانه ها وای نسین، یه خورده ماشین تونه بذارین سفرتون اونورتر بذارین، هر خدای نکرده پیش میاد دیگه. جنگل سرسبزی، این واقعا موبایل نمیتونه این زیبایی رو نشون بده. یه سری ما اینجا داشتیم میرفتیم، این چیز گوسفند بود، گله گوسفند دقیقا همینجا بود، موقع من عکاسی میکنم برداریم، خیلی مه بود واقعا، صحنه قشنگ، گلای بنفش رو میبینید به یاد سلانسر زیبا، معدن سلانسر رو با جالش. ولاگ رانندگی رو میخواستم از شهرسوار بذارم، دیم خیلی طولانی میشه، دیم خسته کننده است، یه باره میذارم، ولی بیشتر الان هدف جاده 2000 رو چون من تیره کشیدم میساختم، من یادم رو علی میبینید ویوی داد دره است پایینش، خیلی قشنگ. از اینجا جاده تقریبا بیشتر محل ماننده، یعنی شما هر پیچی هر چیزی رد میکنید محله، تو محل هم اکثرا با هم فامیلن. برای شوخی میگم، مثلا به یکی فوش بدی، مثال میگم مثلا شوخی عمه با یکی بکنی به 2-3 نفر فوش بدی، دیگه که اونجا هستن فوش دادی، هم با هم فامیلن. تا برف میزنه، کم برف میشینه، شهرسواری ها میان واسه برف بازی میکنن، تو لایجا میرن جاده دیلمان، مثلا تو رودسر میرن جاده اشکبر، اینجا هم میان 2000، یعنی سه سود یه نفر کافی استوری بذاره جاده 2000 برف نشسته، همینجا پر آدم برفیه، دست راست چپ سنگه وسط خیابون داره آفتاب. این خونه دوستم این بالاست، سگی برو اومد سگی. وای
شب ما خودمونم اشکبر خونه داریم، دوستانی که تجربه نکردن تجربه کنید. الان توضیح میدم. حالا غروب میشه، در بالکن رو باز میکنی، مه میاد داخل، خونکی مه میخوره تو صورتت. واقعا هیچ قابل وصفی نیست. میبینیم ویلاها رو، ویلای لاکچری هم هست بالا، همه ویلاست. من چشم کار میکنه همه ویلا سازی شدن. اجاره هم میدن، میبینی ویلا اجاری با چشم‌انداز عالی. ما اینجا هیچ فامیلی نداریم اجاره بده. میام تو سادات. انتهای اینجا یه دونه چیزه، موزه است. موزهش محل چیه؟ من میریم اگه جاده اونجا تموم میشه، فکر کنم 2 تا پیچ دیگه باید مونده باشه. میاد بیابان شهدا، پلت داربون. پلت داربون، پلت یه درخت خاصیه، داربون هم یعنی پایین درخت، یعنی پایین درخت دارو. پلت این جاده شو اینجا باز خوبه، جاده 3000 عادتا با بدتر از باشه اینجا، چون برف میزنه این داغون میشه زود. شنبه است خلوت آخر هفته اینجا واقعا شلوغ. به چه ویوی اینجا. آروم برم اینجا رو براتون موقع برگشت فیلم میگم. چه صحنه، به هم کیف. اینجا برسه، روستای زیبای برسه. خوش اکثر شهرسواری ها یه خونه این برای دار، بگه ورزشون خوبه. منظورم این پنجشنبه جمعه شو، پنجشنبه بعد از اون جمعه شهرسوار تعطیله کلا. چیزی که من یادمه تا اون موقعی که من بودم شهرسوار جمعه به قول چی میگن سگ پر نمیزنه، همینجوریه. مثلا طلا فروش ها که مثلا پنجشنبه تا ظهر قبلا اینجوری بود، پنجشنبه بعد از ظهر همه میان اینجا. موقع حالا پول گوشت دارن، گوشت اون دارن اینجا جوج بزنن قشنگ یه شب دو شب. میمونه دیگه جمعه غروب، یه جمعه ساعت 9 یه 7 8 شروع ترافیک از این سمت پایین، ترافیک خودش از ها همه رو برمیگرد. اینجا دورم نیست به نسبت به شهرسوار، 20-25 دقیقه راه، 20-25 دقیقه راه. چرا نه؟ صبح بلند میشی با صدای چرچر. محلهای دور من نمیدونم
میگن کوه سیالان اگه اشتباه نکنم، یخچال سیالان اینا روبروه. دقیقا زیرش چیز اصل محل اون چیزه، دریاسه زیر همونه، خنکیش میخوره به اون. پایین هتل هم داشت، هتل سیالان. نه من چی کردم، مثلا خونه بخواین اجاره کنیم هتل هم داشت. بالا هتله، ویلای شخصی نمیخواد. ببین چقدر ویلا ساختن، آپارتمان ساختن. اینجا فکر کنم ویلا زیر 2 تومن نتونی شب بگیری. تو گیلان هم الان پیدا نمیشه. اینجا که دیگه با کلاس تو معروفه. من جنوب خدمت میکردم، یارو میگفتم مال شهر سوارم، گفت 2000 3000 به به به. ما میشناختن جنوبی ها، تهرانی ها که زد داشتن میشناختن. 2000 3000 میگم منظورشون پایینه ها. اینجا دیگه میگم جای نشستن که نیست. اگه که بری تو محل، نه تو محل بری باغ شخصی مخصیه یا دیگه دنبالت دادن. نسبت به این که شما بیایی تو باغش بساط را بندازی بمونی، مقاوم من حواستون باشه. امتحان نکنید. پایین باشه فیلم بگیرین یه خورده این اونجا فیلم بگیری چجوری بگم، اونجا دیار داره، یه جوری فکر میکنم مثلا میخوای به فیلم بگیری چیکار کنی. خورده مثال میگم، شما تو ماسوله میری فیلم میگیری، مثلا برایش یارو تعریف شده است، اونجا توریستی قشنگه، یارو میگه مثلا باعث زیباییش فیلم میگیری. اینجا فیلم میخوای بگیری، این درخت گردوه، انشالله چقدر بزرگه. فکر میکنی میخوای چیکار کنی، خودت تو میمونی و دوربین و
زنگ بزن مأمور بیاد. همین یه خورده این امتحان کردنش سخته. شانه تراش خوش آمد. اقامتگاه کوهستان. مال موبایل هم زده لیستان داره. آخرین باری که تا اینجا اومدم یادم نمیاد خودش. من روستا رو دوست دارم. اینجا فکر کنم تمام شد یار. اینجا اون نه موزه مردم شناسی 2000 میبینین نوشته ایرانی 50,000 تومان، خارجی 500,000. عربن، فارسی حرف نمیزن. هم 2000 زیبا. اون اصل محل است. خونه بال میرم پایین تر براتون بازم.
بزای عزیز رو میبینین. این خیلی چوپا تو دریای ابره داره میاد بالا. ولاگو تا آخر نگاه کنین. اول رانندگی میکنیم. اینم قشنگترین جای شاهسوار. اول رانندگی میکنیم، بعد جای مختلف 2000 قدم. این چهار ویلا ساختن، همش ویلاست. اونم جاده عسل محل است. اینجا نمیشه کلیشوم دیگه. جاده قشنگه. صدای رودخونه هم میاد، میبینید این رودخونه است. اینجا که آلاچیر دارن اجاره میدن. اون جاده عسل محل است. راستی بگم اینجا مار داره، حواستون باشه که میای. ماراش خطرناک هم است. کوهستان دیگه. اینجا جنگل میگم، دریای ابر داره میاد بالا. از اون بالا اگه ولاگ دقت کرده باشه مشخص. این گلای بنفش خوشگل.
چه تونفالی مسیر اضافی شده این پاک جنگلیه بعد اینجا غاز و اردک گذاشتن جلوتر رو خیلی خوشگل سکوبای نشستن داره این هم غزل کبابی های معروف شهرها 2000 که با برنج پرسی 550 رستوران غزل پاک خبر